از نظر آسیب پذیری نیروگاه‌های برقی باید بگم که چون این نیروگاه‌ها هیچ محافظتی در موردشون وجود نداره و به خاطر اینکه جزء ساختارهای پابلیک اینفراستراکچر در واقع هستن، آسیب پذیری بسیار زیادی دارن و حمله هوایی بسیار میتونه به اونها آسیب بزنه و آسیبایی که میتونه اینها رو در واقع از کار بندازه میتونه به مدت خیلی طولانی این نیروگاه‌ها رو از کار بندازه، چون معمولاً تعمیرات و بازسازی تجهیزات نیروگاهی خیلی زمانبر هست. خب برق واقعا برای زندگی مدرن یک امر حیاتیه و اگر برق نباشه خیلی آسون میشه حدس زد که چه اتفاقات خیلی ناخوشایندی میفته و زندگی روزمره مختل میشه.